افراد افسرده مرزبندی کردن براشون سخت‌تره. امروز قراره بهت بگم که اگر دچار افسردگی هستی چجوری میتونی باز هم حد و مرز خودت رو تعیین کنی. اما چرا افسردگی باعث میشه که مرزبندی کردن سخت‌تر بشه؟ اول اینکه وقتی دچار افسردگی هستیم خودمون رو لایق مرزبندی کردن نمیدونیم. دوم اینکه انرژی لازم رو برای دفاع از خودمون و مرزهامون نداریم. و سوم اینکه وقتی دچار افسردگی هستیم احساس گناه زیادی رو تجربه میکنیم. بنابراین مرزبندی کردن فقط احساس گناه ما رو بیشتر میکنه. اما چی کار کنیم؟ برای این کار شما میتونید از مرزبندی‌ها و حد و مرزهای کوچیک استفاده کنید. یعنی اگر که به فروشگاه میرید برای خرید و محصول مورد نظرتون رو پیدا نمی‌کنید از فروشنده کمک بگیرید. اگر که اسم شما را اشتباه صدا میزنن اسمتون رو اصلاح کنید و همین مرزبندی‌های کوچیک باعث میشه که شما قدم‌های بیشتری در این راه بردارید.